میشه. نه بابا آها. دیگه حالا این دهاتی ها هم ما آدم شدن. بفهمید. سلام علیکم. سلام قربان. من میخواستم با آقای عطابکی صحبت کنم. بفرمایید. از خودم هستم در خدمتتون. آقای عطابکی جانم. من هفته پیش جمعه حرفای شما رو شنیدم. بله. پدر مادرم دهاتای عراق به دنیا آمده. بله. و شما گفتین که دهاتی هم آدم شدن. بله. نمیدونم چه نه شما این رو الفاظ فارسی رو به اون طور معنی لغتی توجه نفرمایید. دهاتی که شما میفرمایید که کسی در دهات به دنیا اومده با این اون اگه شما بخواید لغتنامه رو باز بکنید میدونم منظورتون چیه و من اگر بد تعبیر شده من عذرخواهی میکنم، ولی کلماتی هستن که گاهی اوقات در همه زبان‌ها هم هستن که وقتی استفاده میشه معنی های چند جور داره. معنی این اون نیست که هر کس که در دهات به دنیا آمده، چه بسا بنده میگن بابا تو هم که اصلا مثلا دهاتی به منم میگن گاهی اوقات یا حرف میزنی. میدونی این مسئله اون نیست که در دهات به دنیا آمدی. به هر صورت اگه سوء تفاهم شده من معذرت میخوام، منظور من اون نبوده اصلا به طور کلی اصلا به هیچ وجه. گفتین دهاتی هم آدم شدن. خب این ما هم ایرانی هستیم دیگه، ما میدونیم که چه معنی میده. خب نه حالا شما اگه اونطور میخواید تعبیر بکنید توضیح بود که من باید میدادم دادم و اگر اونطور تعبیر شده میبخشید منو، منظور اون نبوده. به هر حال خیلی ممنون از تذکر که دادید. شاید اینجا باید خود بیشتر مواظب باشیم که جوری حرف میزنیم که مردم خیلی مثل که زود بهشون برمیخوره. متشکرم. به هر حال بازم عذرخواهی میکنم. درود بر شما بفرمایید عزیزم. آقای عطابکی. بله. سلام علیکم. سلام قربان. شما چطور میتونید خودتون دفاع کنید؟ شما گفتین حالا دیگه این دهاتی هم برای ما آدم شدن. این یعنی چی؟ خب اینا یه وسیله دیگه که بخواد خطا رو اشغال بکنن. شما بفهمید. بله. آیا ما حق صحبت کردن کسان دیگه گرفتیم که ما که آزادترین تلویزیون هستیم؟ معنیشو من نمیدونم. شاید شما بتونید برام تعبیر بکنید. بفهمید. الو. جانم. آقای عطابکی خود شما بفهمید عزیزم. شما بفهمید. خب اینا از وقت تلف کردن امروز تسلیم بشم. بفهمید خواهش میکنم. الو. جانم. حال شما؟ قربان شما بفهمید. من از ایران با شما تماس میگیرم. بله. حال شما خوبه؟ محمد خوبم. آقا عطابکی. الو. بفهمید. من هفته پیش برنامه شما رو نگاه کردم، خیلی جذاب بود. بله. بله من میخواستم بگم که چطور به دادی اتهام کرده؟ خودت دادی؟ ما که نفهمیدیم شما چی گفتی قربان عزیزم. ببخشید بفهمید شما. ما که نفهمیدیم این چی گفت. شما بفهمید. بله. به هر حال اینه که مثل این که نظر اینه که بذار مردم معتاد باشن که صداشون در نیاد، کسی حالشو نداشته باشه اصلا بخواد صحبت میکنه. بفهمید خواهش میکنم. بفهمید. آقای عطابکی. جانم بفهمید. بله سلام عرض کردم. سلام قربان. توضیح بدم راجع به این مقاله واشنگتن پست. بله بله. که بعد ایش در مورد آماری که دادن 2.7 میلیون به نظر شما واقعی نیومد؟ نه گفته بودن 2.8%. 2.8%. در هر صورت من فکر می‌کنم بیشتر باشه. شاید به خاطر اینکه فکر می‌کنم اینا دهاتی‌ها رو جزء آدم‌ها به حساب آوردن، شاید به خاطر اون باشه. نه خیلی ممنون از محبتتون. خواهش می‌کنم اینو بذارین کنار، صحبت مهمتر داریم اینجا بکنیم. بفرمایید خواهش می‌کنم. سلام علیکم. سلام قربان. حالتون چطوره قربان؟ محمد خوبم. من محمد هستم از شیکاگو زنگ میزنم. خواستم با آقای عطابکی تماس صحبت کنم. من خودم هستم. بفرمایید. خوب هستین شما؟ محمد خوبم. سلامت باشین. قربان شما. متون که برنامه‌تون رو من تازه الان شبکه رو عوض کردم. می‌خواستم ببینم که موضوع این هفته‌تون چیه؟ چون معمولا من جمعه شبا رو نگاه میکنم. بله ما داریم یه مروری میکنیم 2 مرتبه، چون برای من یه چند نفر ایمیل کردن راجع به مسئله، داریم مرور میکنیم یه مقداری مقاله‌ای که در واشنگتن پست جمعه که گذشت جمعه صبح نوشته بودن خیلی مفصل و معلوم بود که تحقیق بسیار کردن راجع به اعتیاد در ایران که چقدر بیداد میکنه. درسته. راجع به اون یه مقدار صحبت میکنیم، بعدم میپردازیم. این چیزا یعنی بله بعدم میپردازیم به مسائل دیگه. نظری شما خوبیه. البته جوونا، البته الان که من چند وقت پیش ایران بودم دیدم خیلی‌ها منقل و بافور و این چیزا میدونی اصلا زیاد شده، اصلا شورش در اومده، مسخره شده. میدونی اصلا ایران شده
یعنی دقیقا مسخره گیران مثل سیبیلایی که شما دقیقا مسخرگیش مثل سیبیل شما. خیلی ممنون از محبتتون و نظری که دادی قربان. سیبیل شما بفرمایید. خواهش میکنم. من از داود علی آباد با شما تماس میگیرم. خیلی خوب کاری میکنین. دیگه چی؟ شما خوبه؟ خوبه موقع. من میخواستم بگم که ما خیلی اینجا آدم داریم. نظر شما چیه؟ اگه مثل شما باشن که چش دل ما روشن. بفهمید. قربان سلام عرض کردم جناب عطابکی. سلام قربان. سلام عرض کردم حضورتون. سلام قربان. بفهمید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از برنامه شما خیلی متشکرم. شما در برنامه قبلیتون راجع به دهاتی ها صحبت کردید. راجع به دهاتی هایی صحبتی نکردیم قربان. حالا منظورتون رو بفهمید. اینم یکی دیگه. اجازه بدین من صحبتم. بفهمید. نه آخه من بعد خود وقتی که شما هر چیزی تو میخواد بگین منم باید جواب بدم دیگه. بفهمید. شما اجازه بدین. بفهمید. من یه دهاتی اشاعره فارس هستم که درجه دکترا دارم. بله. و این حرف شما به منم که از یک ده در فارس بزرگ شدم و بزرگترین دکتر قلب یا هر چیز در آمریکا هستم. خب حالا شما این صغر کبراتون که میخوام بچینین من یه خود براتون کوتاه‌تر بکنم که افکار اگه شما تحصیل کرده هستی عزیزم، اگه شما دکتر هستی باید اینقدر در وجودت مهر و محبت باشه که نخوای افکار مردم رو خراب بکنی. آقایی تلفن کرد اینجا. صبر کن دیگه صبر کن ما حرف بزنم. شما حرفات زدین. نه دیگه اجازه نمیدم. نگاه قطعش میکنم. پس بشین تا حرف بزنم. صبر کن دونه بدونه. بیا اینم آقای تحصیل کرده دکتر ما. هادی بفرمایید. نه همتون خوب گوش کنید. اینم آقای تحصیل کرده دکتر ما. توجه بفرمایید. آقای تحصیل کرده دکتر. برو همون جایی که بهش تعلق داری. ببینید هفته پیش یکی خودش تلفن کرد اینجا نونور کرد، لوس کرد، شروع کرد با لهجه دهاتی بازی اینجا مسخره کردن و وقت گرفتن. بندم گفتم این دهاتی هم دیگه حالا آدم شده. این نه بابا دیگه حالا این دهاتی ها هم ما آدم شدن. نه اصلا ول کنید، خجالت بکشید. اگه شما اینقدر تحصیل داری عزیزم، خب آخرش نشون دادی تحصیلات چقدره. خجالت بکشید. خب وقت برنامه رو تلف بکنید. حالا ما یک گزک دستون دادیم. خب خیلی متاسفم. بفهمید. آقای عطابکی سلام. بفهمید بابا. بفهمید. الو. بفهمید عزیزم. سلام علیکم. سلام بابا. حاج ما خوبه. شما بفهمید. شما بفهمید عزیزم. شما بفهمید. الو سلام علیکم آقای. سلام قربان. خسته نباشین. ممنونم عزیزم. شب شما بخیر. قربان شما محبت داریم. جناب عطابکی من یه سوال از شما داشتم. بفهمید خواهش میکنم. هر کی اینایی که زنگ میزنن راجع به سیبیل شما اینا بد میگن، اینا خلاصه چون سیبیلتون خیلی قشنگه، این ورش جسته اون ورش نجسته، اینا نمیفهمن چی میگن آخه. بله مثل که شما بنز کافی شعور ندارین که اصلا بخواین چه صحبت بکنیم بابا. شما بفهمید عزیزم. شما بفهمید. بفهمید عزیزم. شما بفهمید. الو جانم. آقای عطابکی تیپت که بد نیست، خیلی هم خوبه قربان. و خدمت عرض کنم که این افرادی که الان دارن وطن فروشی و خیانت دارن میکنن، به خدا قسم فردا آقای عطابکی دست برگرده اینا هیچ کسی جرئت نمیکنن بیان بگن ما بودیم. همین داور ویسین که شما تو این کانال دارین کار میکنین، فردا اگه دست برگرده رژیم ان شاءالله سقوط کرد، این جرئت میکنه بیاد بگه من بودم. به خدا من بودم چی؟ تقاطع این کارهایی که کردین جرأت میکنه بیاد بگه من بودم چی؟ جاسوسه. این جاسوسه. و در این موقعیت این دستش دست جمهوری اسلامی داده و داره این کارا رو میکنه. این باید محاکمه بشه و میشه. بله من قول به شما میدم که من خودم آقای داور رو محاکمه میکنم و بهش یک مدال طلا، بزرگترین مدال طلای دنیا. خیلی ممنونم عزیزم. حالا چرا یکی بیاد این اراجیف رو سرهم کنه و بگه من نمیدونم از کجا میسوزه این آقا، من نمیدونم، مهلتم که نمیده. ازش من سوال بکنم که آقا شما از کجا میسوزی؟ چرا آتیش گرفتی؟ چرا این حرفو میزنی؟ بفهمید خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام قربان. خدمت شما عرض شود که توی برنامه آقای داور یه نفر زنگ زده بود از شما انتقاد میکرد و
ایشون در جواب با خنده برگشتن گفتن بابا اونو ولش کن، ایشون اشکول هستن. من خواستم بگم که چرا یه رئیس جمهور اینطوری ایشون به قول معروف روحیه‌شو لگدمال میکنن و درست نیستش که یه بنده خدایی زنگ میزنه و از ایشون انتقاد میکنه شما بگین بخندین بگین ایشون اشکوله، مسئله نیست. بله. ما توجه نکن. بله خیلی ممنونم که اینو یادآوری کردید شما. امیدوارم که همه شنیده باشن و همینطوری نظرها که ابراز بشه بعد مردم میتونن تصمیم خودشون رو بگیرن. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. آقای عطاوجی، این خانم که تلفن کرد گفت برای سلطنت طلبها کلاس اکابر بذارید، اسمش محشید کماندوس. بله. حالا میگم این بلد من از جانب شما میگم. خب من نمیدونم. بله. ایشون طرفدار زیاد داره، میتونه رأی زیادی برای شما جمع کنه. اگر شما پشتیبانی ایشون رو داشته باشید حتما موفق میشید. خداحافظ. ممنونم ازم. حالا چه ربطی داشت این صحبت من نمیدونم. به هر حال صحبتشون کردن. شما و صدای شماست اسم این برنامه. بفهمید. بعضی مردم گوشی نگه میدن اینقدر پای خط وای میسن، بعد که میگی بفهمید قطع میکنن. حیف این وقت نیست آخه. بفهمید خواهش میکنم. درود بر شما آقای عطاوجی. درود بر شما ازم. بفهمید. من شما یک سوالی داشتم، ممکنه به من جواب بدین؟ حتما قربان. شما ببخشید شما چه دینی دارین؟ من مسیحی هستم. شما مسیحی هستین. شما فکر نمی‌کنین از نظر رئیس جمهوری اینا فردا با اون همه 70 میلیون مسلمان مشکل داشته باشین؟ اگر اون من باشون مشکل ندارم. اگر اونا با من مشکلی داشته باشن نظر اونهاست. حالا من به شما یه پیشنهاد دارم. بفرمایید. شما به عنوان یک مسیحی در آینده میتونین موسیو بشین، عرق فروشی باز کنین، خیلی بیشتر از رئیس جمهوری. این پیشنهادی شما کردید بسیار بسیار سازنده است. ما می‌ذاریم به رأی مردم که ببینن چه اعجوبه‌هایی با چه افکار عالی زنگ میزنن به این برنامه گاهی اوقات. خیلی ممنونم عزیزم. شما بفرمایید. الو. جانم. آقای عطاوجی. بفرمایید عزیزم. الو. بفرمایید خواهش میکنم. آقای عطاوجی، زمانی که کلینتون میخواست رئیس جمهور بشه، بله، یک سوال ازشون کردن که آیا تا به حال مواد کشیده استفاده کرده یا نه. بله. به ما هم حق بدیم که از شما این سوال بکنیم. من سیگار رو 1 سال و 7-8 ماه پیش ترک کردم، دستم دیگه تا حالا بهش نزدم. سیگار نه، مواد مخدر. بله، 1 بار 1-2 بار کشیدم. بله. بعد من مثل آقای کلینتون هم نیستم بگم که این هلش نکردم، این هلش هم کردم. بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید. الو. جانم. آقای عطاوجی. جانم. شما خوبه؟ محمدتون. یه نفر اومد گفتش که شما باید برین تو ایران عرق فروشی باز کنیم. می‌خواستم بگم که عجب آدم بیشوری بود. خواستم بگم که شما وقت این کارو ندید. اصلا کار به درد شما نمیخوره. شما تو کار خرید فروش تلخکی و تریاکی. خیلی ممنون، محبت کرده عزیزم. شما بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. شما بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. الو. بفرمایید. سلام علیکم. سلام قربان. حال شما خوبه؟ محمدتون عزیزم. خوب هستین شما؟ شما بفرمایید. بفرمایید خواهش میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام قربان. می‌بخشید بذار من تلویزیون یه خود کم کنم. ممنونم. آقای عطاوجی، من خودم رئیس جمهوریت میکنم. ممنون. خیلی ممنونم عزیزم. شما حمایتتون رو از ما ابراز بکنید، خیلی ممنون میشه. نه، من اگه کارم وقت باز شما تموم شد رئیس جمهوریت کردم میدم بقیه میکنه. درود بر شما بفرمایید. اینم شعور یه عزیز دیگه‌مون. خب باشه. بفرمایید. سلام علیکم عطاوجی. سلام قربان. آقای خانم سندیسیان، چه انگیزه سیاسی داری؟ چه گیش میاد؟ چه نفر میبری که شما اجور بگه؟ من نمیدونم صداتون هر یا زیاده یا کمه، من متوجه نمیشم شما چی میگی. خیلی ممنونم. درود. بفرمایید شما. شما بفرمایید. آقای عطاوجی فرشاد جنس شده. اینم باز نشه کرده یاد ما. بفرمایید خواهدیم 10 ثانیه. فرشاد جنس شده. نه دیگه 10 ثانیه.
بله 10 ثانیه بفهمید. الو بفهمید. ده ثانیه بفهمید. الو بفهمید خواهش میکنم. خامنه ای بی ناموس و بی همه چیز و کس بکن. 10 ثانیه بفهمید خواهش میکنم. ممنونم از محبته. قربان شما. شبتون بخیر. همه با هم یه صدا میریزیم تو کوچه و خیابونا